خدا را نشناخت، از خدا روگردان، با خدا قهر کرد، با خدا اعتراض بیان کرد، الکه الله کارش انجام میده. برادرای عزیز، الله کارش انجام میده. او سلطان هر چه خواهد او کند، عالم را در دم ویران کند. برادران عزیز، او خدای هست که همه قدرت، همه هستی عالم در ید قدرت اوست. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. هرچه او بخواهد همون می شود، هرچه من شما بخوایم اون نمی شود، هرچه او بخواهد اون می شود، برای که هستی عالم از آن اوست. برادران عزیز، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. همه از آن اوست، به هر کسی بخواهد میدهد و از هر کسی بخواهد میگیرد. هارون رشید در باب فرزند صالح که میگذرد گفت، هارون رشید که خلیفه اسلام بود، میگه یک بچه داشت، بچهش لباسای کندگی آمد درآمد بالای کرسی در مجلسگاه نشست. وزیرا با هم فچر فچر چیز میگفتن. هارون رشید گفته که چی شما با هم گپ میزنه؟ میبینم تو که از بالای منبر که شما بین یکدیگر فچر فچر گپ زدید. گفتن که حضرت اینمی پسر شما در همین مجلس ها میبید، در محفل ها میبید، در بعض معرکه ها میبید، با لباسای جیدن دریدگی یماقین آب روی شما را در بین مردم میریزه، نمیشه که همین را بگوی نبیایه. بعد حضرت گفت ای هارون رشید خیز گفت که بدبخت مطرح نگفتم که به هم خیلی لباسا نبیا، آب روی مرا در پیش وزیرا می نریزاندی یا اعتراض بیان کردن. با خیس گریان شد بچه. این بچه چنان با تقوای مسلمان بود. خیس گفت که پدرجان اجازه نزد صاحب اسم صحبت کن. بله. گفت که لباس های دریدگی چرکین من گفت شما را در بین 5 کس 10 کس به آبرو کرد، لیکن به تقواگی و به خداگی تو گفت مرا در پیشگاه ربم به آبرو کرد. از خدا بترس، عدالت رعایت کن. گفت سنی پدرش گفت برآمد از خانهش. گفت که من دیگه تا ابد در مجلس های تو در خاندان تو زندگی نمیکنم. برآمد، میگه وقتی از خانهش پیش مادرش رفت، از مادر دعا گرفت. گفت که مادرش که کجا میری؟ گفت دیگر من در این خاندان زندگی نمیکنم، میرم به خودم یک جای زندگی، یک جای انتخاب میکنم، رب و پروردگار من آزاد عبادت و بندگی کنم. گفت چی داری؟ یگان چی میگیری زاد راحله؟ گفت نه. چی میگیری؟ گفت یک تا یک قرآن 5 سپاره داشت، 5 پارگه. گفت عزیزی مادر، گفت اینو در دستت بگی. گفت ما بادا در یگان حالت گشنه مانده تشنه مانده همین بکارت میروا، همین قطعه بگی برا. خلاص مادر کی بود او را گرفت، چله مادر در دست گرفت و به همین برآمد رفت شهر بصره. شهر بصره میگه آمد در همونجا حضرت شیخ زکریای بصری رحمت الله علیه که از اولیای کلام میگه من میگه خانه کندگی ویرانه داشتم، میگه خواستم گیرم ای بازار مردیکار بیارم همون ساختمان خانه ما امارت ما ساز کنم. آمدم میگه نزد بازار بصره که یک بچه زیبا در سر سله قرآن تلاوت داره. بعد گفتم که بچه جان از کجا هستی؟ گفت از فلان جا. در اینجا استودی قرآن تلاوت میکنی؟ گفت هم قرآن تلاوت میکنم هم مزدورم هستم، کارم میکنم، بچه کارگرم هستم. میگه مخولم شد. گفتم که من یک بینای ویرانه دارم، میخوام که بنا مساز کنم، میتونه که ساختمان داشته باش کنشیابی؟ گفت من ساختمانم بلد هستم میتونم، لیکن یک چند شرط دارم، شرطا ما قبول کنی بعد میرم. گفت خب. من گفت یک شبانه روز کار میکنم، فقط روز شنبه کار میکنم، 24 ساعت کار میکنم، 1 دینار پول میگیرم، 2 دینار نمیگیرم. 2 دینار دیگه چه میپردم؟ یکم شرطم همین 1 دینار میگیرم. قبول؟ گفت قبول. گفت دویم شرطم همینه که وقتی نماز ده کدام نمازی نباشه مرا پیش رحمه نمیگیری، من باید تارکم نماز بخونم. بشوه؟ گفت میشه. به همین گرفت آورد. میگه وقتی آورد کار کرد، شروع کرد کار، یکم روزه کاره. حضرت شیخ زکریای بصری میگه نگاه کردم به مقدار 10 نفر آدم کار کرد شده. 1 نفر است کار 10 نفر کرد شده. تعجب کردم، تو عجب مرد خوبه. به همین میگه کار تمام شد، 2 دینارش دادم. گفتم حق 10 آدم کار کرد شده، به انصافی نکنم، بیا 2 دینارش دیم. 2 دینارش دادم، 1 دینار دنگله کرد، 1 دینار گیدکستاش کرد برفت. این 1 دینار دا 1 هفته اینا غذاشو میگیره میخوره، فقط خدا را عبادت و بندگی. با این شنبه میبره کار. میگه دیدم محقولم شد، این شنبه گفتم کافتنش برام. باز برآمدم که در همون پیش بازاری بسته تلاوت قرآن داره. دوباره رفتم گفتم بیا بریم کار کنیم. وقتی آمد کار، بعد گفتم پرس ایتا پایم که چی کار میکنه که عجیب قوت 10 آدم کار کرده. میگه از پشت یک دیوار پنهان نگاهش کردم که چی قوت داره. میگه نگاهش کردم همون
غشتا را اشاره میکنه، غشتا خود به خود رفته پیوست شده ایستادن. لایم و مسئله، آوام و مسئله. یا الله گفتم این چیزی رفت، این چه خیلی انسان است، بچه یاش چه عجیب کار کرد که غشتا همه بالای هم اومده ایستاده است. با خودم اندیشه کردم که آدمی زمینی نیست، خیلی این ارکه درگاه خدا است، یگان ولی خدا هست. و همین میگه روزی سوم میگه خواستم کامش که نیافتم شه. سوم هفته نیافتم شه، از مردم پرسان کردم که این بچه کجا باشد. خیلی استای مهیر و خوبه بود. همین از کجا میفته باشم؟ کسی گفت که در فلان جنگل این مزش نیست که سالای خوابه. کافته رفتمش گفت ای بازار هم معیشت خریدم و رفتم. وقتی رفتم گفت دیدم که سرش در بالا که همون زمین ماندگی بود، در عقل مزش نیست، خواب و با همون در حالت سکرات ای خراب و لاغر. بعد نزدیکش گفت السلام علیکم برادر اعظم، دوست عزیزی من. گفت علیکم السلام و رحمت الله. ای آوازم شنا گفت شیخ زکریا. گفتم بله شیخ زکریایم. و میگم چه حال داری برادر اعظم؟ گفت که حالتم بد است، اگه سفری ما با طرف پروردگار دروازش کشاده شد. برادر اعظم گفت چند وصیت دارم. وصیتم همینه که من اینجا میمورم. گفت تو شیخ زکریا مرا میشوی. گفت مرا کفن نبیاری. گفت ای بازار همین لباسای خودم که کفن کن. بعد میگه گفتم برادر اعظم آخه توی شخصیت هستی که من باید ای بازار کفن سفید پاکیزه و نو بیارم تا. میگه گفت که کفن سفید لباس سفید برای آدمای زنده، برای آدمای مرده لباسشون هم بس کفایه میکند. با لباس خودم گرم کنه، ای بازار کفنم نبیار. و دیگر وصیتم همین است که همون گورکنای مدد دو چی از همین امانت میتی، یکش در سلام میتی و یکش در قرآن نمیتی. گورکنا را به همین اونا را مزداشون میتی، یکش سلام یکش پنسی پارما. و انی چله را میبری در فلان جا پدری مدد میتی. میگی یک بچه از خانه دور و از مسافرت همین چیز امانت او خودش ما میفهمه. تا به هنوزم نمیگه که بچه هارون رشیده. میگه به همین جان و جانانه تسلیم کرد. زکریای بصری میگه من 6 مش کفن کردم، خب در قبر ماندمش، گورکناش سالش قطعی پنسی پارش دادم، چالش گرفتم آمدم نزد قصر. آمدم که گفتن که امیرا و وزیرا که حاضر هارون رشید خودش بیرون میره که جای سفری کاری داره. گفتم که یک لحظه اجازتم بده درون قصر برم بیرون. گفتن ده حالت سفر دای نمیشه. بعد میگه بلندی ده ایستادم، در قصر کشاده شد. میگه از پای پیش برم 10-20 نفر از پا عقیف خودش در بین از پا اروا چنان حشمت و بدواهی ما برآمد که حد کنار نداره. بلندی ده ایستاد. گفتم حضرت یک دقیقه ممکنه شما را تا نگاه کرد ایستاد. من کرد لشکمو چیزاش سفیر و وزیراش من کرد. گوی بنده خدا چی میگه؟ میگه گفتم حضرت یک امانتی دارم، همه امانتی یک شخص غریب برای شما فرستاده است، اگر علاج باشه امانتی را بگیرید مرا دولت برم. گفت نزدیک بیا. نزدیکش رفتم. گفت نزدیکش رفتم، چله را دادم. گفتم امیره یک بچه غریبه برای شما داد. آبی دیدش ریخت. با مجرد گرفتن چله آبی دیدش ریختن گرفت. گویی بچه غریب در کجا باشه؟ گفت ای جنگل داد. ما گفت همین امانتی را. با گفت کی تا کی باشد شما درای قصد پذیراش. گفت مانش گفت من سفری کردم. گفتم با همین دستش داد. گفت دست یک بار بیار پیشم. میگه دستش بردم، دست بو کشید، دستی مرا بو کشید. گفت خدای تو شاهد باش که این بنده بچه مرا شش گفت، بچه با تقوا، بچه با خدا را ششتای گفت، بچه ایماندار را ششتای، بچه صالح را ششتای گفت، جسد صالح، بنده صالح در خاک مانده گفت. دست شاهدی میده. گفت راست بگو که تو نمیدانستی که اولاد پیغمبرای؟ این برده گفت والله تا روز مردنش نمیدانستم، همون روز که میمرد همون روز بعد من فهمیدم که این بچه شما بوده. همون چله را که نزد شما فرستادم من بعد فهمیدم که این بچه شما بوده. حضرت گفت که میتونی که مرا برای قبرش نشانتی؟ گفت بله. میگه گرفت مرا جنگل آورد. وقتی جنگل آورد میگه هارون رشید بردم. میگه جنگل پیش قبر بچهش رفت، آمد شیش پیش قبر بچهش شیش سجده نکرد. میگه دست راست شد بالای همون قبر بچهش میتم. گفت بارا اله. گفت این بچه را ما ظلم کردیم، این بچه را ما ظلم کردیم. میگه همین قگاب گفت خیس ایجاش. میگه خیس هارون رشید باز آمد. شیخ زکریای بصری میگه من همون شب بچه را در خواب دیدم. در خواب دیدم. میگه در درون جنت، در درون تخت تاج زر زیور. بعد میگه گفتم که ای شاهزاده چه عملی خوبی کردی که انا خدا جنت نصیبت کرد؟ گفت تقوا. گفت از خاندان پدر شاه کردم. گفت تقوا از زندگی پدر شاهم کردم. گفت خدا مرا به این مرتبه رسان. گفت بس همین بچه همین قگه گفت که دنیا همین است، دنیا نجیس. گفت دنیا نجیس است. گفت هر چند میتونه گفت کناره جویه که بلر تو نمیخورد.
یگان مثل دانه ارزن به در تو نمیخورد. در آن روزی که ملک الموت و سراغ تو میآید به در تو والله یگان چه از دنیا نمیخورد. حلال ها حساب، اگر این مال دنیا از حلال باشد حسابش میکنه خدا. حرام ها عذاب، اگر از حرام باشد والله عذاب است. و شبهت و عتاب فاعتبروا یا اولی الابصار. از خدای بزرگ میخوام که خداوند همه ما و شما در توفیق بندگی عنایت فرماید و پروردگار این محفل توی مبارک کنه و پروردگار این نشست ما را نشست رحمانی کند و هر ثوابی که از این محفل حاصل شده باشد پروردگار را به ارواح پاکی تمام گذشتگان این خاندان، تمام گذشتگان اهل این نشست، خصوصا قبرستان دیگه هدیه کردیم. پروردگار همگی را رحمت کن، پروردگار همگی را توفیقی بر طاعت، ترک معصیت، هدایت بر راه راست نصیب روزی ما میگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك.